به نام خدا سلام عرض میکنم. قصد دارم که امروز راجع به بررسی گزارش مجلس سنا در خصوص روش‌های بازجویی و شکنجه سیا گزارش رو خدمتتون ارائه بدم. حالا با توجه به اینکه من پنجشنبه بعد از ظهر متوجه شدم که یه همچین جلسه هست، سعی کردم که تو این فرصتی که هست بهترین گزارش رو بتونم ارائه بدم. محورهایی که تو این سخنرانی راجبش بحث می‌کنم یکی بررسی نکات مهم در محتوای این گزارش هست، یکی واکنش‌های صورت گرفته بهش در بعد داخلی و بین‌المللی که حالا از بعد داخلی همکاران یه سری مسائل رو مطرح کردن و در پایان هم راجع به اهداف احتمالی از انتشار این گزارش تو این برهه زمانی صحبت می‌کنیم. اونطور که تو مقدمه گزارش اومده، این گزارش تنها یک خلاصه 580 صفحه‌ای از یک گزارش 6700 صفحه‌ایه که اعضای کمیته اطلاعات سنا بعد از تحقیق بر روی بیش از 6 میلیون صفحه سند به دست اومده، اهم از نوار صوتی، ویدئوها، مصاحبه ها، ایمیل ها، گزارش های محرمانه و غیر محرمانه سیا تونستن این گزارش رو تهیه کنن و در ابتدا هم قرار بوده در سال 2012 این گزارش منتشر بشه، منتها حالا یه سری مخالفت هایی وجود داشته که 2012 منتشر نشده و تو این برهه زمانی منتشر شده و رسما ذکر شده که این گزارش تنها مربوط به زندانیان نیست که به زعم سیا در حادثه انفجار در برج‌های دوقلوی تجارت جهانی در 11 سپتامبر نقش داشتن و به بقیه فعالیت‌های سیا اصلا مربوط نمیشه. بعد اینکه این گزارش در آوریل سال 2014 یعنی در فروردین ماه تصمیم گرفته شد که مهر فوق محرمانه از روش برداشته بشه تا مجوز انتشارش صادر بشه که اوباما در همون تاریخ این فوق محرمانه بودن این گزارش رو برداشت. اما متن اصلی گزارش رو اگه بخوایم بررسی کنیم، حالا یه نکته که بگم این که این چیزایی که تو این گزارش ذکر شده دقیقاً عیناً اون چیزیه که تو متن اصلی بوده، یعنی من از جای اینا رو نگرفتم که حالا مثلا تحلیل شخص دیگه‌ای باشه یا گزارش افراد دیگه باشه. اینا پی دی اف منتشر شده، پی دی اف نیستش، به شکل عکس انداختن از گزارش روی سایت ها. یعنی یه پکیج هست دیگه؟ بله هستش. دیگه؟ نه دانلود نمیشه کرد، عکس گرفتن. پی دی افش هستش. حالا میگم من از نیویورک تایمز گرفتم، من عکس گرفته بودن. من 10 تا نکته رو از تو متن اصلی این گزارش گلچین کردم که خدمتتون ارائه میدم. اولین نکته این بوده که روش‌های شکنجه سنا بسیار وحشیانه‌تر و گسترده‌تر از اون چیزی بوده که توسط این سازمان به تصویر کشیده می‌شده. حالا اگر که تو پاورپوینت هم نگاه کنین، اینکه از کدوم صفحه هم استفاده کردم که این نکات کلید رو درآوردم، پایین هر نکته هستش که ذکر شده که محرومیت از خواب برای 1 هفته، حبس متهمین در سیاهچال، اعدام مصنوعی، تجاوز جنسی، تهدید به مرگ، استفاده از آب بسیار سرد و ریختن ناگهان آن بر روی سر متهمین، استفاده از روش‌های تاثیرگذاری بر روان بازداشت شدگان و القای احساساتی به آنها مثل توهم، خودآزاری، نفی خود و پارانویا، این جزء مسائلی بوده که در این فکر کنم مهد از خوابش بیشتر بود، تا 180 ساعت هم شنیدم که محروم می‌کردن و نظارت ایستاده اون بله 180 ساعت یک نفر رو این شکنجه برش انجام شده، ولی خب اون نرمش این چیزی بودش که حالا همونطور که تو عکس هم نگاه میکنین یه محوطه‌های کوچیکی به وجود می آوردن، افراد رو داخل اینها میذاشتن و ذکر شده که حالا یه سری موسیقی‌هایی رو برای اینها میذاشتن یا یه سری ضرباتی رو به این محوطه‌ها وارد می آوردن که برای روان این بازداشت شدگان خیلی تاثیرات زیادی داشته. این روش‌های بازجویی روی یه سری از افراد خیلی بیشتر از بقیه افراد بوده. یعنی النشیری روش‌های بازجوییش به حدی غیر انسانی بوده که سازمان سیا در سال 2005 تمامی ویدیوهای مربوط به روند بازجویی از وی رو معدوم کرده و بنا به گزارشی که سنا منتشر کرده، ایشون رو بیشتر از طریق آزارهای لفظی، حالا تهدید به تجاوز جنسی به مادرش یا تهدید به مرگ خودش، ایشون رو مورد آزار قرار میدادن که نوشیری یا نشیری، نمیدونم دقیقاً تلفظش چیه، در سال 2002 در دبی بازداشت شدن
به مدت 4 سال در بازداشتگاه‌های سیا در افغانستان، تایلند، لهستان، مراکش و رومانی نگهداری شدند و نهایتاً به گوانتانامو منتقل شدند. هرچند که در سال 2009 رد اتهام شده از ایشون، اما در سال 2011 بار دیگه ایشون رو بازداشت کردن. یه سری شکنجه‌های دیگه هم بوده، مثل بیدار نگه داشتن افراد تا 180 ساعت که عمدتاً به شکل ایستاده و در شرایط نامناسبی بوده. این گزارش اضافه میکنه که دست کم 5 نفر از بازداشت شدگان به واسطه محرومیت طولانی از خواب دچار توهمات آزاردهنده شدن و حداقل 2 مورد از اونها با توجه به اینکه این آسیب ها رو دیدن همچنان به بیدار نگه داشته شدنشون ادامه داده شده که این 2 فرد در این گزارش ابو حذیفه و ابو زبیده بودن، یعنی نام برده شده. بعد اینکه از دیگه روش ها این بوده که اینها رو به مرگ تهدید می‌کردن و همچنین اجرای اعدام مصنوعی برای اونها، یا اینکه میومدن به شکل مسنون ها رو دفن می‌کردن تا اینکه اینها بترسن و اعتراف کنن. بر اساس این گزارش سیا 7 نفر از بازداشت شدگان رو در وضعیتی قرار داده که باور کنن هرگز زنده از بازداشتگاه سیا خارج نمیشن و حتی به یکی از اینها گفته شده بود که تو تنها موقعی از اینجا بیرون میری که توی یک جعبه‌ای، حالا توی تابوتی باشی. یه مورد دیگه هم بود که این فرد در اثر این شکنجه ها فوت کرده بود و بعدا مشخص شد که اصلا به اشتباه بازداشت شده بود، که این گل رحمان یک تبع افغان بوده که در نوامبر سال 2002 به دلیل شکنجه های سازمان سیا فوت میکنه و دلیلش هم به دلیل اینکه لباسهاش رو درآورده بودن به دلیل کاهش دمای بدنش فوت کرده که بعداً افسری که مسئول قتل این بوده پاداش گرفته و رئیس سیا هم کشته شدن ایشون رو در جلسات استماع انکار کرده بود، جلسات استماعی که کنگره برگزار کرده بود. حالا نکته دوم جدا از اون روش‌های شکنجه این بوده که مطرح شده بود تو این گزارش که این سازمان دچار سوء مدیریت بوده و نظارت کافی بر اقدامات این سازمان انجام نشده. این سوء مدیریت رو هم یه سری موارد رو ذکر کردن. یکی این که بعضی از افسران این سازمان صلاحیت و آموزش کافی رو برای برخورد با متهمین نداشتن، یه سری سیاست‌های آژانس رو نقض کردن، در مقابل اقداماتشون پاسخگو نبودن و هرگز یک بازجویی واقعی رو از افراد بازداشت شده انجام ندادن. راجع به مسئله هم سیا همواره اطلاعات غلط در اختیار کنگره قرار میداده و مانع از دسترسی اطلاعات راجع به این شکنجه ها می شده. حالا تو خود متن این گزارش نبود، ولی چیزی که راجع به این مسئله که گفتم مطرح شده بود اینه که گفته بودن از یک سری افراد نوجوان برای شکنجه اینها هم استفاده شده. یعنی حالا نمیدونم تا چه حد دقیق باشه، چون اومدن یه سری افراد نوجوانی که حالا حس وطن پرستی توشون بیشتره اینها رو انتخاب کردن تا اینها بتونن شکنجه های بیشتری رو علیه افراد انجام بدن. نکته سوم بود که سازمان سیا اعضای کنگره و کاخ سفید را در خصوص اثر بخشی و گستردگی شکنجه ها و بازجویی ها گمراه کرده. استناد گزارش هم این بود که مایکل هایدن مدیر سابق سیا، یعنی مدیر سیا در سال 2007 توی جلسه استماع کمیته اطلاعات اومده بود در مورد ابو زبیده گفته بود که ما تونستیم با استفاده از روش‌های شکنجه‌ای که اعمال کردیم یه سری اطلاعاتی رو کسب کنیم که تو بازجویی‌های معمولی این اطلاعات کسب نمی‌شد. بعد تو این گزارش ذکر شده که این مسئله یک کذب بوده، چون بر اساس اسنادی که منتشر شده و شهادت‌هایی که داده شده این آقای ابو زبیده تو همون بازجویی‌های اولیه یه سری اطلاعاتی راجع به اعضای القاعده و فعالیت‌هاش داده بوده و این شکنجه‌های اضافه کاملا بی‌مورد بوده. نکته چهارمی که سازمان سیا اطلاعات غیر دقیقی را در خصوص شکنجه زندانیان در اختیار وزارت دادگستری قرار داده. وزارت دادگستری فدرالی اداره به نام اداره شورای قانونی داشته که در این خصوص اعلام کرده که بین سالهای 2002 تا 2009 سازمان سیا اطلاعات غیر دقیقی راجع به وضعیت سلامت جسمانی بازداشت شدگان، نحوه شکنجهشون و بازجویی از اونها، تاثیرگذاری روش‌های شکنجه و اثراتش
بر وضعیت روحی و جسمی بازداشت شدگان در اختیار وزارت دادگستری قرار داده. نکته پنجم که سازمان سیا هرگز تعداد دقیقی از بازداشت شدگان ارائه نکرده. بر اساس بیشترین آماری که توسط این سازمان قبلا اعلام شده بود، 100 نفر تحت بازجویی‌های خشن مامورین سیا قرار گرفته بودند، در حالی که این گزارش نشون میده حداقل 119 تن در این پرونده درگیر بودند. بیشترین طول دوره زندانی بودن و شکنجه‌های طولانی متعلق به ابوزبیده با 1590 روز و خالد شیخ محمد با 1260 روز بوده. نکته بعد اینه که تلاش شده برای اینکه این بازجویی‌ها متوقف بشه، منتها این تلاش‌ها بارها توسط مقامات ارشد سیا بارها نادیده گرفته شده. موارد متعددی هم گزارش شده که بازجویان در صورت غیرقانونی بودن اقداماتشون نگران بودن، اما مقامات ارشد اونها رو تحت فشار قرار دادن و گفتن که این بازجویی‌ها الگویی برای بازجویی‌های آینده هستش. هم یه آماری هستش که منتشر شده که این ستون‌های نارنجی که توی تصویر هستش نشون میده افرادی هستن که از بین زندانی‌ها دچار این شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفتن که حالا همونطور که گفتم ابوزبیده و خالد شیخ محمد شاخص‌ترین این افراد هستن که بیشترین طول دوره بازداشت رو هم داشتن. نکته هفتم اینه که ذکر شده که حداقل 26 تن از این افراد اشتباهاً دستگیر شدن یا برای بازداشت اونها از روش‌های استانداردی که دولت تعریف کرده بوده استفاده نشده. به طور مثال برای اقرار گرفتن از یکی از متهمین از اعضای خانواده‌اش استفاده شده و اینکه در برخی مواقع سازمان سیا هیچ توجیهی برای ادامه زندانی کردن افراد نداشته و گفته شده که از 2 تن از اعضای ارشد اطلاعاتی سیا و یک فرد دیگر از این سازمان زندانیان رو به شکنجه‌های خیلی وحشیانه تری تهدید می‌کردن تا اینکه بتونن از اونها اقرار بگیرن. نکته هشتم اینه که اطلاعات طبقه بندی شده‌ای که حالا یا اصطلاحاً محرمانه‌ای که از طرف سازمان سیا برای انتشار در مطبوعات و رسانه‌ها به بیرون درز می‌کرد، در تاثیرگذاری بازجویی‌های سنا اغراق به خرج می‌داده تا افکار عمومی رو از این طریق منحرف کنه و بتونه با حمایت افکار عمومی به این کارش ادامه بده. و نکته بعد اینه که تو خود گزارش ذکر شده که این اقدامات سیا باعث تخریب چهره آمریکا در سراسر جهان شده و ذکر کردن که متحدین آمریکا در جهان با استناد به این اقدامات میتونن بارها از همکاری اطلاعاتی با سیا سر باز زدن و در آینده هم میتونه هزینه‌های مالی و همچنین یه سری هزینه‌ای رو برای اعتبار آمریکا در دنیا داشته باشه. اما واکنش‌های داخلی، حالا همکاران یه سری تو جلسه ذکر کردن که خود آقای اوباما بوده که این شکنجه‌ها رو وحشیانه، غلط و با نتیجه معکوس توصیف کرده و اعلام کرده که خودش بارها برای انتشار این گزارش تلاش کرده و وعده داده که هر اونچه که باید انجام میده تا هرگز دیگه از این روش‌ها استفاده نشه. نفر بعد جان برنان رئیس سیا بوده که نام خودش هم به عنوان یکی از مقصرین در گزارش ذکر شده و گفته که این تکنیک ها اگرچه که به نوعی سعی کرده که این سازمان رو تبرئه کنه، ولی گفته که تکنیک های خشن بازجویی کمک کرده به ما برای خنثی یه سری از حملات. جالبه که این آقای برنان از لفظ شکنجه استفاده نکرده، یعنی مشخصه که این عامدانه این کارو کرده که حالا اگر که بنا بود یه سری بعدها پیگیری‌های انجام بشه خود ایشون به شکنجه اعتراف نکرده باشه. نفر بعد آقای جورج دبلیو بوش که از اعمال شکنجه دفاع کرده و اون رو اقدام ضروری خونده و کسانی رو که به این اقدامات دست دادن میهم پرستانی خوانده که به وظیفه خودشون عمل کردن و به نوعی بدترین واکنش رو دیک چنی داشته که معاون اون زمان بوش که گفته که من این گزارش رو نخوندم چرا که این گزارش پر از مزخرفات است و دستاویزی است برای بدنام کردن سیا. او اظهار داشته اگر امروز هم این شرایط حاکم بود باز ما همون مثل گذشته عمل می‌کردیم. و جان مکین که با توجه به اینکه یکی از جمهوری‌خواهای تند رو هستش این رو
محکوم کرده. حالا علت این محکومیت رو که حالا یه نظری متفاوت با جمهوری خواها داره، میگن که چون خود ایشون در جنگ ویتنام زندانی بوده و شکنجه شده بوده، این مسئله رو محکوم کرده. نفر قبلی کی بود؟ دیک چینی و جورج بوش. جان مکین، آخری جان مکین بود، قبلش هم دیک چینی. اقدامات رو محکوم کرد. بعد ادوارد اسنودن که گفته بود من نسبت به این مسائل اطلاعات خاصی ندارم، ولی که اگر که اینها صحت داشته باشه یه سری جنایات غیر قابل توجیه و بر اساس قوانین بین‌المللی شکنجه قابل توجیه نیست. خود خانم فاینستاین هم همونطور که همکاران اشاره کردن اعلام کرده که این مسئله لکه ننگی برای ارزش‌های آمریکا و تاریخ این کشوره و اعلام کردن که برخی افراد در سازمان سیا برای طراحی، اجرا و مدیریت این اقدامات مسئولن و باید پیگیری بشه کارشون. حالا یه سری خبری که اخیراً روی سایت ها رفته از آقای جیمز میچل، یکی از روانشناسا، تو این گزارش نام برده شده بوده که یه سری روش‌هایی رو پیشنهاد داده به این شکنجهگران سیا. ایشون اومده تکذیب کرده، گفته که من در اجرای این شکنجه‌ها نقشی نداشتم و مسئولیت مسئله رو نپذیرفته و اعلام کرده اگر واقعا این شکنجه‌ها رخ داده باشه برای من هم باعث تعجب هستش و من مسئول این طراحی این شکنجه‌ها نبودم. واکنش‌های بین‌المللی هم به این مسئله شده. سازمان‌های بین‌المللی سری واکنش‌های انجام دادن. آقای بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مبارزه با تروریسم و حقوق بشر، خواستار پاسخگویی کسانی شده که مسئول وقوع این رو به نوعی توطئه جنایتکارانه نامیدن. سازمان عفو بین‌الملل هم خواستار تعقیب قانونی مقصران شده. سازمان دیدبان حقوق بشر هم هشدار داده که چنانچه این موضوع از نظر قضایی پیگیری نشه میتونه بار دیگه در آینده رخ بده. به گفته این سازمان اگر این روند حقیقت داشته باشه و تعقیب قانونی مسئولین رو در پی نداشته باشه، بحث شکنجه برای رؤسای جمهوری آینده آمریکا همچنان به عنوان یک گزینه باقی خواهد ماند. در میان کشورهای دنیا هم افغانستان واکنش نشون داد. آقای اشرف غنی گفته از خون افغانهای بیگناه اعاده حیثیت میکنیم و از آمریکا خواسته که فهرست و هویت افغانهایی که تاکنون شکنجه شدن رو در اختیار افغانستان قرار بده. کشورهای عربی هم همونطور که تو جلسه ذکر شد گفتن که 54 دولت به شکل مستقیم یا غیر مستقیم در این شکنجه دست داشتن که 13 تا از این کشورهای عربی مثل مراکش، موریتانی، الجزایر، لیبی، مصر، اردن، عربستان، یمن، امارات، جیبوتی و سومالی بودن. کشورهای مثل روسیه، چین، ایران، آلمان، افغانستان و لهستان از جمله کشورهایی بودن که این اقدامات رو محکوم کردن. مسئله بعدی که هستش اهداف انتشار گزارش هست. حالا به نظر من خیلی زوده که الان بخوایم راجع به اینکه هدف اصلی انتشار این گزارش چی بوده اظهار نظر کنیم. حالا هر چقدر که بحث پیش بره و اظهار نظرهای بیشتری مطرح بشه میشه دقیق تر صحبت کرد. اما حالا یه سری فرضیاتی مطرحه که یکیش اینه که محبوبیت آقای اوباما و دموکرات‌ها به کمترین حد خودش طی حداقل چند دهه اخیر رسیده. این مسئله میتونه به نوعی ضربه بزنه به جمهوری خواها در آینده، چون مسئولین ارشد در اون زمان جمهوری خواها بودن و مسئولیت متوجه اونها هستش. این میتونه یک بهره برداری سیاسی میتونه بکنه حزب دموکرات از این قضیه. ولی خب حالا باز بعیده که این گزینه اصلی این باشه که حالا برای انتخاب رئیس جمهور دموکرات بیان کل سیستم امنیتی کشور رو زیر سوال ببرن. مسئله بعد روی کار آمدن کنگره جمهوری خواهه. یعنی با توجه به اینکه مطرح شده بود که سال 2012 این گزارش آماده انتشار بوده ولی منتشر نشده، بعید به نظر می رسید که کنگره بعدی اجازه انتشار این گزارش رو بده. بنابراین بهترین زمان برای انتشارش این مسئله بوده. مسئله بعد میتونه انحراف افکار عمومی از تبعیض نژادی که این روزها تو آمریکا سر و صدای زیادی به پا کرده باشه. اینکه
این مسئله به نوعی هم ذهن رسانه ها رو و هم ذهن افکار عمومی آمریکا رو میتونه از مسئله تبعیض نژادی در آمریکا به یک مسئله دیگه سوق بده. و چهارمین فرض که به نظر من مهمترین فرض هستش، تغییرات احتمالی در سیاه هست. حالا یا با توجه به صحبت‌هایی که آقای دکتر سلیمانی انجام دادن، تغییرات اصلا در سیاست آمریکا در حضور در خاورمیانه، که آمریکا قصد داره که تمرکزش رو به نوعی از خاورمیانه برداره، تمرکزش رو از جنگ‌های چریکی یا جنگ‌های به اصطلاح نامتقارن برداره و خاورمیانه رو بیشتر به دست قدرت‌های منطقه‌ای بسپره تا اینکه خودش بخواد مدیریت اینجا رو بر عهده بگیره. و اینکه حالا احتمالاً قراره که یه سری تغییراتی در اعضای ارشد سیا به وجود بیاد که این گزارش میتونه مقدمه این مسئله باشه. و یه صحبتی هم من در پایان آقای دکتر کریمی راجع به این فیلم‌های هالیوودی صحبت کردن. جالبه که تو این فیلم‌های هالیوودی شکنجه‌های خیلی وحشتناکتر از این شکنجه‌ها هم به تصویر کشیده شده. بعد یه سری شکنجه‌هایی راجع به شهروندان خود آمریکا هم این مسئله اتفاق افتاده، یعنی فقط مربوط به اعضای القاعده نبوده. حالا آخرین نمونه‌ش هم که فکر می‌کنم هنوز داره پخش میشه، این فیلم نقشه فرار که علیه یکی از خود شهروندان آمریکایی این روش خفگی مصنوعی به کار برده شده.